سلام عرض کردم. بعد از کش و قوسای دیپلمات جونورای سیدعلی تو ژنو و برک زدنای ذلیلانه ظریف و همراهان، روشن شد که پک و پوز سیدعلی حسابی زهرمال شده. اگه یادتون باشه اون یارو ماموت امام پیچ ولایت تو جمعه بازار دیروز قمپازی در کرد توی مایه ها. در 13 آبان فریادهای مرگ بر آمریکا به آسمان رفت و همه فهمیدند، دشمن فهمید، غرب فهمیدن که ایران نمیشه سرش کلاه گذاشت، نمیشه ایران رو خواب کرد. ببین آیت الله بدلی جاد، اون چه که تو همینجا روشن شده اینه که تو و اون ولی فقیه مفنگی دیگه نمیتونید سر کسی کلاه بذاری. آن سبو بشکست و هان پیمانه ریخ. حالا دیگه دور زمونه سینه خیز رفتن واسه هرد کشیدن زهره. به هر حال کار مذاکرات ویژه در این بخش مربوط به همین توافقنامه هستش کار سختیه، کار زمانبریه، اما خب زمان نیاز به این داره، این توافقنامه نیاز به زمان داره و من فکر میکنم با در طول زمان دیدگاه ها، چون مذاکرات ادامه پیدا میکنه، دیدگاه ها نزدیکتر بشه و به یک تفاهمی برسن که به نوعی حقوق ایران هم توش ملحوظ بشه. بپا یهو نچای با این تحلیله بابا. اینجوری که سیدعلی خورتومشو کرده تو جام زهر دیگه زمانی نمیبره که توافق که هیچی. سرایت زهر به اقصا نقاط جسم عظما هم زمان نمیبره. جفتش یه جوره. دوره ملا دیگه آخر شده، شیخ ترور وارث‌تر شده. سیدعلی کف کرده سر دوراهی، بد بوده حالش حالا بدتر شده. غنی کنه بمبشو، صاف میکنن فکشو. غنی کنه بمبشو، صاف میکنن فکشو. بندازه بالا زهرو، میچینن اون دنبشو. بندازه بالا زهرو، میچینن اون دنبشو. هاشمی از عاقبتش ترسیده، ماست و خیار و جام زهرو چیده. سیدعلی جای این که لب تر کنه، منقل و بمب و هسته رو چسبیده. غنی کنه بمبشو، صاف میکنن فکشو. غنی کنه بمبشو، صاف میکنن فکشو. بندازه بالا زهرو، میچینن اون دنبشو. بندازه بالا زهرو، میچینن اون دنبشو. مشت و سیلی فیسشو مهمون بکنم. من میخوام عزبارو داغون بکنم، ریختشو دندون بکنم. بابر و بچ نظامشو قیمه بادم چون بکنم. به صف مشت و سیلی فیسشو مهمون بکنم. غنی کنه بمبشو، صاف میکنن فکشو. غنی کنه بمبشو، صاف میکنن فکشو. بندازه بالا زهرو، میچینن اون دنبشو. بندازه بالا زهرو، میچینن اون دنبشو.